و اخیران شعری که بنده نوشتم و نزدیکی اخیران شعر، اول شعرم درباره وطن بوده است، اخیران شعر همین است که کشورم گل میکند. ما با آینده وطنمان، با آینده تاجیکستانمان که امیدواریم، امید زیادی باوری داریم و همین شعر قرائت کردم. کشورم گل میکند، از نموی باغ و بوستان کشورم گل میکند، از شمیم گلعذاران کشورم گل میکند. میکنم شکرانه بر هر قطره آبی وطن، از خروش چشم ساران کشورم گل میکند. خان پرنازش شده زیبنده هر جشن و سور، با چنین خانی پر احسان کشورم گل میکند. هر کنار و گوشه این میهنم باغی بهشت، با قبای گل عروسان کشورم گل میکند. گوهر و لعل شده آویزه هر نازنین، با زر و لعل بدخشان کشورم گل میکند. عالمیان گر شده مهمان هر یک خاندان، مرحبا گویان به مهمان کشورم گل میکند. پرچمی بر آسمانش این دلیل بختی ما، با لیوای پرتو افشان کشورم گل میکند. ملتی آوازداری من پی سازندگی است، ملتی آوازداری من پی سازندگی است، با چنین مردان میدان کشورم گل میکند. بهترین، تشکر زیاد استاد.